بعد 7 سالی تنفس از شهر کولوب قطار به سوی مسکو رهسپار شد. در مجموع این قطار با 10 واگن از کولوب حرکت کرد و 400 مسافر را بر روسیه برد. قطار هر روز هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 16 و 5 دقیقه از ایستگاه شهر کولوب به سفر میبرد. حرکت قطار به سمت روسیه از کولوب بعد از چیدن قطعه راه در حدود ازبکستان سال 2011 قطع شد. مقامات تاجیک گفتند از این عمل ازبکستان 46 میلیون دلار ضرر دیدند. بعد از نرم شدن مناسبت این دو کشور، باز شدن این خط سیر یک دستاورد دیگر گفته می شود. ساکنان منطقه کولوب می توانند باز توسط راه آهن از یک منطقه به منطقه دیگر سفر کرده از احوال یکدیگر با خبر شده دوستیشان را باز هم قوی و مستحکم گردانند. اکثری مردم قابل مهنت ختلان برای تامین روزگار بر روسیه مهاجری کاری می شوند. تا این وقت فقط یا باید از دوشنبه رفته با قطار بر روسیه می رفتند یا طریق هواپیما. در هر دو حالت هم خرج برای مردم بیشتر بود و ساکنان امیدوارند با باز شدن راه آن کمتر می شود.